هرکی هر کاری کرد که شما نباس بکنید. حالا یکی یه گوشه دنیا پیدا شده که کارگران جهان متحد شوید. خب الان متحد شدید، خب تش نیروی کاره که متحد میشه. این نیروی کار سرمایه نمیخواد، مدیریت نمیخواد، سواد نمیخواد. اینه اون چیزی که بهتون نگفتن. همسن تو بودم، کار کردم، پسنداز کردم، خودم رو بالا کشیدم. خدا بیامرزه پدرش آقای لاجوردیان، کارگرش بودم. دید اهل کارم، جنم دارم، مدیرم. فرستادم یه دوره تخصصی، دیدم من بی سواد شدم متخصص، شدم مدیر. با پول زحمت و وام این کارخونه رو به اینجا رسوندم. پول بادآورده یا باج حکومتی نبوده که اگرم میبود باز میریختمش همینجا واسه سازندگی تو همین مملکت. پولمو نبردم اون برا پارو با پندازم به اشغال. بچه واسه که شما کار داشته باشین، مثل کره و فیلیپینیا که میان مملکت ما کارگری و کلفتی، نرین یه گوشه دیگه دنیا آوارشین. یه عده ناراضی هستن، یه دانشجو بر فرض یه کتاب زیر بغلش میذاره، خیال میکنه کار قهرمانه کرده، کتاب کارل مارکس رو زیر بغلش میذاره. عقیده بنده دو نفری که در دنیا بیشتر از همه ضرر رسوندن، اولی فروید، دومی کارل مارکس. برای خاطری که یه چیزایی نوشتن و گفتن همینه و همین، هیچ چیزی همین و همین نیست. چیزاییست که آدم بایستی بخونه و با روزگار با زندگی تغییر پیدا میکنه.